با عرض سلام و درود. کسی هم میگم شاید افتخار کنه 1000 سال مولدی ها رو انشالله که عزادیتون قبول باشه. دهه اول و دهه دوم. این ویدیو بعد از پایان دهه دوم ضبط شده، ضبط میشه. دوستان انشالله که همیشه تو راه آن الله و اهل بیت باشیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. انشالله که ویدیوهایی که توی این ویدیو خواهید دید، این بغل مغلا خواهید دید، این بغل مغلا، این گوشه ها خواهید دید، بتونید این بغل مغلا یا این بر یا این بر دیدین اون ویدیو چجوری بگم بهتون، به مناسبت همون روز ضبط شده، همون روز شهادت ضبط شده و دو تا مداح رو من چیز دیدم که براتون ضبط بکنم و داشته باشید. یا علی شدن در نام حسین ابن علی شیرین است، بر دل غم زده ام نام حسین تسکین است. روز اولی که گذارم به مسیرش افتم، روز اولی که گذارم به مسیرش افتم، آن خودم گفتم و عشقم به دو عالمین است، آن خودم گفتم و عشقم به دو عالمین است. حسین غریب یا مظلوم، حسین غریب یا مظلوم، آن دمی که جز حسین حسین بگویم دمی، آن دمی که جز حسین حسین بگویم دمی، پشت و پناهی به غیر از این پرچم نیست. بگذار آدمیان سر زنندم گویم، بگذار آدمیان سر زنندم گویم، هر که خود را سجه گویه زنم. حسین غریب یا مظلوم، حسین غریب یا غریب، ادرکنی ولا تدعني فإني عاجز ذليل يا ابن الحسن حیف نیست آقا رو صدا نمیزنم. یا لب ما و قصه زلف تو، چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به خیال ما، چه ترحمی چه عنایتی. به نماز صبح شود سلام و به نور در نسبت سلام، و به خال کنج لبت سلام که نشسته با چه مناقتی. به جمال وارث کوثری، به خدا محمد دیگری، به روایتی خود حیدری، چه شباهتی چه اصالتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دجا به جمال تو، به تو و قشنگی خال تو صلوات هر دم و ساعتی. شده پر دو چشم تو از ازل، یکی از شراب و یکی عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته قرابتی، زد اگر کسی در خانه دل باز کرده بهانت.
همه جا گرفته نشانت، به چه حسرتی به چه حالتی مرا نبید رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیاوردم نکن، تو که آستان سخاوتی نمیخوام بی زبانم نشی من برا نمیرم جان شکرش باقی همین که ما شنود ندیدیم از گلوی پسر تیره سشون نکشیدیم کربلایا نسلش اصلا جدا شد گلوی نیزه آرم دوباره گریز روزه ها به سمت کربلا شب کربلا شورا خود میدم مگه مرم و علی نمیره جوری لالایی بخونم دل گریش بگیره تلاش کردم واسه ازم بشنوه بابای عصای دست نجلایی میبینم ادنم میریزم حال شما بادرم میکنه فقط علی اصلا بوده شاید روام اینجوری برام حسین شب که هم نبا حسین یکی ته گارم لباس تو پرتم شلوغی خیمه حواس تو پرتم عذاب کردنه بیان کردنه شبیه گرم و بره یا سیاب کردنه به خون گلو